دستور آیت الله بهجت برای از بین رفتن طلسم، سحر و جادو و باز شدن بخت. فقط 5 کار ساده، اما 99% آدم‌ها هیچ وقت انجامش نمیدن. چون بیشتر آدم‌ها وقتی زندگیشون گره میخوره، به جای اینکه به خدا پناه ببرن، به آدم‌هایی پناه میبرن که اسمشون دانویسه. اما حقیقت تلخ اینه، بیشتر این آدم‌ها نه تنها کمکت نمی‌کنن، بلکه آرام آرام زندگیتو سیاه‌تر می‌کنن. ایمانت را ضعیف می‌کنند و تو را به ترس وابسته می‌کنند. آیت الله بهجت یک چیز را خیلی شفاف گفتند: اگر با قرآن زندگی کنی، هیچ ساحری بر تو نمی‌تواند غلبه کند. بگذار صادق باشم با تو. کسانی که سراغ دعانویس ها می روند معمولاً آرامششان کمتر می شود، نه بیشتر. چون تو را به جای خدا به انسان وابسته می کنند و وابستگی به غیر خدا آرامشی به دل نمی آورد. ایشون برای مقابله با طلسم و سحر 5 کلید طلایی رو به ما هدیه دادن. اول، همیشه یک قرآن کوچیک همراهت داشته باش. دوم، هر روز معوذتین رو بخون. سوره های ناس و فلق. سوم، آیت الکرسی را مداوم بخون. این آیه در قلعه‌ای است که هیچ تاریکی از آن عبور نمی کند. چهارم، در خانه‌ات از آن را بلند بگو، حتی اگر کسی نباشد فرشتگان می آیند. پنجم، هر روز 50 آیه قرآن نه از روی عادت بلکه با دل بخوان. و این توصیه از امام رضا علیه السلام هم نقل شده. اگه حس می‌کنی این حرف از جنس نور بود، یه لایک ساده بزن و در کامنت ها فقط بنویس یا حق تا نیتمون با همدیگه یکی بشه. اینو بدون، هیچ انسانی قدرت بستن بخت تو رو نداره مگر وقتی که تو از نور دور بشی. هیچ طلسمی قوی تر از نام خدا نیست. هیچ تاریکی دوام نمی آورد در برابر چراغی که روشن شده و تو فقط کافی است کلیدها را بچرخانی. و حالا پیش از پایان این ویدیو از شما دعوت می کنم چند لحظه با من همراه باشید. اگر امکانش را دارید چشمان خود را ببندید، نفسی آرام بکشید و دل خود را متوجه خداوند کنید. بیایید با هم با آرامش و حضور قلب وارد این مناجات بشیم. خدایا، در این لحظه آرام که دلها خسته از هیاهوی دنیا لحظه ایستادند، دست نیاز به سوی تو بلند می کنیم. نه برای دنیا، نه برای غرور، بلکه برای آرامشی که فقط در نزد تو پیدا می شود. پروردگارا، ما گاهی دور می شویم، گاهی فراموش می کنیم که تو چقدر نزدیک ما هستی، اما تو هنوز هم صدای آه‌های پنهان ما را می شنوی. هنوز هم اشک‌هایی که بی صدا بر صورت می‌لغزند از نگاهت پنهان نیست. خدایا، اگر دل‌هایمان سنگین شده، اگر غم‌ها روی شانه‌هایمان نشسته، اگر ناامیدی آرام آرام در جانمان نفوذ کرده، خودت دستانمان را بگیر. ای مهربان ترین مهربانان، ما به درگاه تو آمده ایم. نه ادعایی داریم، نه لیاقتی. فقط امیدی کوچک که به عظمت رحمت تو گره خورده. خدایا، دل بیننده این ویدیو رو شفا بده. اگر غمی در سینه دارد، آرامش را مهمان قلبش کن. اگر اشکی در چشم دارد، آن را مایه سبک شدن روحش قرار بده. و حالا از تو می‌خواهیم هر کسی که این لحظه کنار ماست، چه در خانه، چه در تنهایی، چه میان شلوغی‌های زندگی، چشمانش را برای چند ثانیه ببندد، نفس عمیق بکشد و با دلش با تو حرف بزند. خدایا، ما را به حال خودمان رها نکن. ما را از آنهایی قرار بده که هر وقت صدایت می کنند پشت در رحمتت معطل نمی مانند. آمین یا رب العالمین.